یعنی چه مال چیه برسه نمیدونه مال چیه؟ نه جلوتاشونه کن. یه وری بیبی حالا چقدر مواد پر پشته میشه. جدی مال چیه این؟ هی میخنده. خب نخم مال چیه بخندی؟ خیلی تیزه. خب تیزیش مال همینه که مودر بیاد پیازی مو رو تقویت میکنه. ببین الان پوستی کلت حالومه. ببر برای پاک میشی انجا. ها چطور داری شونه میکنی؟ الو آفر نمیدونم. پوریا بیار هلیکوپتر این وری زد. شما برید. دور بی ها بیافته نزدیک دور بی. خیلی عالیه عالیه به تو چه به تو مربوط. رقصا براش میکنیم فیلم ها میخوام براش بذارم. رقصا دیجی ها. آره ایشون مهدی دیجی هستن. بله بگو چه کانادا میکنه نترس. بله اون فیلم دم برای پوریا گذاشتم اونجا با ماری خانوم. اون برد خره یک کار خودش قایم میشه دنگ قایم میشه بعد میگه عکس بالا نگیری و حرف محبت میذاشت فیلمم یه جمال عالمی داره دا. الان پوستی کلت حالومه شونه بدونم ها این مال کجاست چون بیا ببین اینم پوستی کلش حال میاد ببین شونه مال اینست ببین نه ببین این شونه مال من خاک تو سرت کنه چه صافه بچه نمیگو خره کچل میشه من ازا چرا کچل میاد تو باید سکه فرقی داری؟ خره خاک تو سرت چرا نمیگو یه سر کنم شده کمه آی دلم نمیگه دیگه این تیزی ها خواهد کله خره کچل نشم کچل هستی برای کچل بده ریدم خره خاک تو سرت میکنم خره میریزه حالا نه ریخته